بقیه دختر ازدواج کردن همه؟ بله. چند تا دختر دارید؟ 5 تا. 5 تا. اون 4 تا ازدواج فقط این بود. این فقط این سه بود. آقا خواستگار برام میاد. نمی‌ذارم. گفتم نه من قصد ادامه تحصیل. یه روز یه خواستگاری اومد برایشون. خب نگو. این مدرسه بود. اینو بذار بگم مامانم صدام کرد نعیمه جان. من گفتم مامان اینقدر رسمی. نعیمه جان میشه تشریف بیارین با این. من گفتم یا امام رضا چیه موضوع چیه. خب اومدم دیدم نه خواستگار اینقدر مؤدبانه با خودم جواب دادم. گفتم حاج خانم ببخشید من قصد ادامه تحصیل دارم. فکر کنم دوران بچگی شیرین داشتیم با خانم نعیمه. بله بچگیش خیلی خوب بوده. بعد هنر زیاد دوست داشت. مثلا بلند میشه تو خونه یه چادری سرش میگه هندی میرقصه این کارو مامان نه اینا رو نگو. نه اون مال بچگی اشکال نداره.